ناپلئون ایران یا آخرین فاتح بزرگ آسیای میانه. نادرشاه افشار پایه‌گذار دودمان افشار بود و سال 1736 تا 1747 میلادی یعنی 11 سال بر ایران زمین حکومت کرد. نادرشاه قبل از اینکه به شاهی برسه یک سردار نظامی بود، برای همینم بیشتر دوران حکومتش رو در جنگ و درگیری با دشمنان ایران سپری کرد. او تونست افغان‌ها، عثمانی‌ها، روس‌ها رو از ایران بیرون کنه و سرزمین‌های از دست رفته ایران رو به کشور برگردونه. یکی از خصوصیات بد نادرشاه این بود که هر کسی رو که می‌خواست مجازات کنه دستور میداد که از چشماشو در بیارن. به گفته مورخا او در چند سال پایانی حکومت داریش به تمام اطرافیانش بدبین شده بود و به همه شک داشت، تا حدی که دستور داد چشمای پسرش رو که وارث تاج و تختش هم بود در بیارن. او در این سالها به کشورهای دیگه هم حمله کرد و یکی از حملات مهم نادرشاه حمله به شهر دهلی در هندوستان بود. او در این حمله بنابر دلایلی بلاهای وحشتناکی بر سر حاکم هند و مردمش آورد که خیلی از مورخا اجازه انتشار اون رو ندادند. اگه دوست دارید با داستان بدون سانسور حمله نادرشاه افشار به هند که با اتفاقات وحشتناکی هم همراه شد آشنا بشید، با جادوی دانستنی همراه باشید. درود به همه شما عزیزان، من کیا هستم و در این ویدیو همراه با شما. منابع استفاده شده تو این ویدیو کتاب نادرشاه، کتاب تاریخ کامل ایران و کتاب نادر پسر شمشیر. بعد از شکست خوردن اشراف افغان در دامغان و فراری دادن آنها به هرات و قندهار توسط نادرشاه، نادر به تعقیب افغانها رفت و بعد از درگیری در قندهار اونا را منهدم و شهر را تصرف کرد. یک سری از افغان‌های مهاجم که حدوداً 800 نفری می‌شدند از اونجا به شهر دهلی در هندوستان فرار کردند و به شاه هند یعنی محمد شاه گورکانی پناه آوردند. نادرشاه یک سری از افراد رو به دنبال اونها فرستاد تا فراری‌های افغان رو از محمدشاه پس بگیرند، اما متاسفانه پاسخ محمدشاه گورکانی منفی بود. نادرشاه باز هم ناامید نشد و دوباره دیگه هم بر شاه هندوستان اخطار فرستاد که افسران افغان را که جزء غارتگران بودند و در قتل عام مردم ایران نقش اساسی داشتند رو به ایران تحویل بده. محمدشاه گورکانی نه تنها به آخرین فرستاده نادرشاه جواب منفی داد، بلکه با تندی با او برخورد کرد و او را به بدترین شکل ممکن به قتل رسوند و جنازه‌اش رو برای نادرشاه فرستاد. نادرشاه بعد از دیدن جنازه سفیر شدیداً عصبانی شد و سریعاً دستور داد تا 90,000 از نیروهاش آماده حمله به قندهار و بعد هم به دهلی بشند. نادرشاه در سال 1737 یعنی دومین سال حکومتش به قندهار حمله کرد و تونست در طی 2 سال افغانستان رو تصرف کنه و خودش رو به دروازه‌های شهر دهلی برسونه. اینجا بود که وقت مقابله نادرشاه با محمدشاه گورکانی فرا رسید. این نبرد به جنگ کرنال معروفه. تعداد نیروهای هندی خیلی بیشتر از سپاه ایران بودند، چیزی حدوداً 200,000 نفر و نزدیک به 2000 تا فیل جنگی هم داشتن که روی خرطوم هر کدوم از اونها شمشیرهای تیزی بسته شده بود و هر کدوم از اونها میتونستن گروه زیادی از اسب‌های سپاه نادرشاه رو فراری بدند و سپاه اونها رو از هم بپاشونند. خبر امکانات و تعداد بالای نیروهای هندی بین نیروهای ایرانی پخش شد و اونها ترسیدند و روحیه‌شون از دست دادند. غافل از اینکه نادرشاه برای این موضوع تدبیری اندیشیده بود بدون آنکه به کسی چیزی بگه. نادرشاه بین نیروهاش اومد و تنها با یک جمله روحیه اونا رو برگردوند. او گفت: سپاهیان جنگجوی من، تا کنون در همه جنگ ها پیروز بودم. به یاری خداوند در این جنگ و میدان هم که از همه جنگ ها مهیبتر و خونین‌تر خواهد بود باید کامیاب شویم و زور بازوی مردانه خودمون رو به جهانیان نشون بدیم. جنگ شروع شد و نادرشاه شروع به ارائه برگ برنده خودش برای از میان برداشتن فیل‌های خطرناک سپاه هندوستان کرد. تدبیر نادرشاه این بود که 1500 تا شتر رو توی سپاهش آورده بود و در سود داده بود که تنورهایی پر از هیزم و خار و خاشاک رو روی کوهان شترها سوار کنند. در اینجا به سربازاش اعلام کرد که تنورهای پشت شترها آتش بزنند و اونها را به سمت ستون اول دشمن که فیل‌ها در اونجا قرار داشتن رم بدند. فیل‌ها که تا به حال با شتری که رم کرده باشه و از پشتشون آتش فشانی از دود و آتش به هوا بلند بشه برخورد نکرده بودند، شدیداً ترسیدند و به سمت خود هندی‌ها رم کردند. در این لحظه بود که نادرشاه دستور داد که توپخانه ایران به سمت مرکز سپاه هندوستان شلیک کنه. این موضوع باعث شد که فیل‌ها بیشتر از قبل رم کنند و با سرعت بیشتری به سپاه هند بزنند. در حالی که آرایش سپاه هند به هم خورده بود، نادرشاه دستور حمله سوار نظام ایران هم صادر کرد تا به قلب سپاه هندی‌ها بزنند. همه اینها دست به دست هم داد و باعث ایجاد قتل عام وحشتناکی در سپاه هندوستان شد، به طوری که گفته شده بیش از 30,000 نفر از نیروهای محمدشاه گورکانی در این نبرد کشته شدند و بقیه هم پراکنده شده و فرار کردند. سپاه محمدشاه عملاً فرو پاشید، به طوری که خودش به نزد نادرشاه رفت و تسلیم شد و او را به داخل هندوستان و شهر دهلی دعوت کرد.
نادرشاه به دلیل تسلیم شدن محمدشاه تصمیم گرفت که او را در جایگاه خودش ابقا کنه، اما غرامت سنگینی از محمدشاه طلب کرد که شامل گرفتن کلید خزانه حکومتی محمدشاه و گرفتن یک مالیات هنگفت از مردم دهلی بود تا همه اونها را به ایران ببره. نادرشاه دستور داد تا مالیات ها را از بین مردم جمع کنند، اما سنگینی مالیات ها باعث ایجاد نارضایتی و بعد هم شورش در بین مردم هند شد. این موضوع در کنار حضور بیگانگان که همان نیروهای ایرانی بودند شورش ها را عمومی تر و بزرگتر کرد. اینجا بود که یه عده شایعی را در بین شورشی ها پخش کردند تا باعث بالا گرفتن آتش درگیری بین مردم هند و نیروهای نادرشاه بشند. اون شایعه این بود که نادرشاه کشته شده. مردم هند با شنیدن این شایعه شدیداً هیجانی و خوشحال شدند و شروع به کشتن سربازهای ایرانی کردند. نادرشاه شدیداً از این واقعه عصبانی شد و احساس خطر کرد. برای همین دستور داد که در هر منطقه از شهر که هندی‌ها سربازهای ایرانی را کشتند هیچ کسی را زنده نذارند. داستان انتقام نادرشاه از هندی‌ها تنها نیم روز طول کشید، اما تعداد کشته شده‌ها کم نبودند. طبق برخی از منابع تعداد کشته شده‌ها را تا 40,000 نفر هم تخمین زدند. او برای عبرت گرفتن مردم هند چشمان عده زیادی از هندی‌ها را هم دستور داد که کور کنند. او بعد از پایان این قتل عام خوفناک غرامت کمرشکن‌تری را برای مردم دهلی بست، به طوری که گفته شده این غرامت آنقدر زیاد بود که نادرشاه تنها با بخش کوچکی از اون به مدت 3 سال تمام مردم ایران را از پرداخت مالیات به حکومت معاف کرد. نادرشاه در راه بازگشت از هند به سمت ایران هدف حمله و سوء قصد قرار گرفت. این موضوع باعث بدبینی اون به اطرافیانش شد و باعث خشن‌تر شدنش در نوع حکومت داریش شد. بدبینی او شدیداً بالا گرفت، به طوری که بعد از این سوء قصد بدون ذره مروت دستور داد پسرش رضا قلی میرزا رو که وارث تخت پادشاهی بود رو هم کور کنند. بعد از این نادر هر کسی رو که کوچکترین اعتراضی علیه کاراش میکرد از دم تیغ میگذروند. مورخان معتقدند که علت اینکه نادرشاه در سالهای پایانی حکومتش اونقدر بیرحم شده بود هم بدبینی مفرط او به اطرافیانش بود و هم ثروت سرشاری بود که در فتح بزرگش در هندوستان به دست آورده بود. در نهایت این بدبینی مفرط اون باعث شد که در یک شب که برای رفع یکی از شورش‌ها به خراسان سفر کرده بود اطرافیانش قصد جونش رو بکنند. او در شب پایانی عمرش رئیس سربازها را صدا کرد و بهش گفت که من از نگهبانای خودم راضی نیستم، اما از وفاداری تو به خودم کاملا اطمینان دارم. برای همین حکم می‌کنم که فردا صبح همه سربازانی را که من به آنها شک دارم را تو توقیف و زنجیر کنی و اگر کسی مقاومت کرد آنها را بکشید. سردار سپاه نادر که این دستور نادر را غلط می‌دونست این موضوع را به اطلاع دیگر سرداران سپاه نادر رسوند. برای همین آنها به این نتیجه رسیدند که نادر عقلش زایل شده، پس باید او را کشت. اونها در نیمه شب وقتی که نادر در خواب بود به داخل چادر او رفتند و با 2 ضربه شمشیر دست و سر او را قطع کردند و به زندگی این سردار بزرگ ایرانی پایان دادند. با همه اینها درود به شرفش که کارهای بزرگی برای این سرزمین انجام داد. خیلی ممنون که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. ساب و لایک یادتون نره دوستان عزیزم. مراقب خودتون باشید تا یک ویدیو دیگه. بدرود.